مراسم تقدیر از شاگردان برتر کنکور سال 1402 با حضور مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و سایر مقامات ارشد امارت اسلامی برگزار شد. آقای شهامت در این مراسم سخنرانی کرد و شاگردان پیشتاز کنکور را تشویق نمود که در عرصه کسب علم و تخصص بیشتر از گذشته تلاش کنند. جوانای بزرگوار و کسانی که امروز در کنکور اولین نمره شدید، ملت ما و همه خادمین شما در نهادهای تعلیمی، در نهادهای علمی امیدوار این هستند که روزی شما در میادین علمی، در میادین تخصصی، در جاهایی که نیاز جامعه ما و شماست، در همه علوم اول باشید. در این مراسم سایر مقامات امارات اسلامی از جمله شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز سخنرانی کرد و از پیشتازان کنکور تقدیر نمود.